سیف رحیمزاد افردی نویسنده‌ای که مطالعه آثار ماندگارش قدم زدن به راه نورانی ناشناخته را می‌ماند. راه رسیدن به اصل‌ها، راه دریافت حقیقت‌ها، راه سفید معجزه‌ها. یعنی نویسنده با محتوای آفریده‌هاش می‌آموزاند به گذشته خود سفر کردن را، ریشه و منشأ خود را جستجو کردن و دریافتن را، سراغ چشمه آغاز و مطلع ایجاد برآمدن را. و اینک زیاده از نیم عصر می شود که این همه آفریده های پاک جوهر سیف رحیمزاد افردی دیروز و امروز ملت ما را در نظرگاه اقوام بشر رونمایی دارد که واقعا هم باعث ستودنی است. و اینک چیده ها از دیده ها. دلم به خواب رفت، رابطه میان من و خواب پیدا گردید و این ارتباط زیبایی بشر به خواب بود. دیگر پازه مغزم شدگار می کرد، فصلهای خواب را می گشود و زمان ورق ورق می گردید، درخشان بی خروش و خاک می دمید و من با آن کشیده می شدم. جذبه خاک همین نیست و این خاک می کشم تا بند پایم در خاک رفته بودم، تا زانوانم در خاک فرو رفتم و خاک نشستم و دراز کشیدم. دلم در اقلیم خاک بود. من با خاک رابطه یافتم. شانه هایم نرمی خاک را احساس کرد. جذب شده بودم، اسیر خاک شده بودم. جنبشی ماه دختران خاکی را می شنیدم. پریان خاک آغوشم گرفتند. من با خاک رابطه یافتم. من در انجمن زیبایی های خاک حضور دارم. من راز خاک را می گشایم. من فطرت خاک را کشف می کنم و با فطرت خاک سریشته می شوم. من دیگر از خاک نمی ترسم. من دیگر از خاک نمی ترسم و دیگر هوسی سوختن و خاکستر شدن و در کوزه ریختن و بعد دفن شدن نمی کنم. من دیگر از خاک نمی ترسم. از انجمن خاک و خاکیان گفت در سرزمین مالامال قصه های گوشنواز و غصه های جانگداز، با نیرو و افکار سازنده، با سبکی تازه و با زبان فصیح و حسن بیان خاصه و او توانست بسان مصور با سحر قلم و نقش حرفها مسوده پرنقش و نگار را روی صحنه تحریزی بنماید که تاکنون هر کی از این نگاره برای خود رازی و معنی می بردارد، همچنان که این زمان و در این انجمن. بفرمایید دیگر. من خوشبختانه با سیف رحیمزاد سالهای زیاد هم صحبت و هم نشین و دوستای نزدیک بودیم. میگن که دوست رو در سفر میشناسند. چندین سفرهای یک جای ایجادی داشتیم با همراه سیف و سیف رو همچون یک انسان سربلند با یک غرور خاص ملی و اصل زادگی و یک دوستی صمیمی و دلپاک و یک انسان بسیار وطن پرست، بسیار وطنش رو دوست میشناختن. گروه ادیبان جوانی که همون سالها نثر نویسان جوانی که به میدان ادبیات آمدن، از جمله سیف رحیمزاد، جانبی کیاکاویر
خب بهمنیار خب و دیگرها یک نسیم تازه بود که به باغ ادبیات وزیده با رنگ بو نکهت خاص خود وارد شدن وزیدن به باغ ادبیات و آن رو معطرتر کردن. اون من همه خیلی اگر نگاه کنیم سیف رو شناختن ممکن نثر او شعر است، با سر خودش از نثر دیده به شعر نزدیکتر است. هر یک جمله، هر یک بندی اثرهای نثری او با سر خود یک شعر علایده است که بسیار یک اندیشه های عمیق هم معنای ظاهری و هم زیر معنای داشتند که خواننده ذکی و خواننده سخنشناس از مغز آنها بسیار معناهای زیاد رو درک کرده و فهمیدنش ممکن است. نوشته های سیف درباره چیزهای زندگی آدمان عادی است، آدمان زمینی و حیات عادی دیهات است. اما سیر قلم سیف چنان قدرت داشت که خواننده را وادار میکند بعد از خواندن اثرهای سیف در اطراف فلسفه زندگی، عالم آدم، حیات و ممات، آدمگری اندیشه کند و از اون یک برای خودش برای زندگیش یک خلاصه در کاری برآورد. 1000 سال ادبیات ما شعر است، هرچند نثری بزرگ هم دارد لیکن هیچ وقت اون نثر جایگزین شعر نشده است و نسل سیف خصوصا در شخصیت سیف، در شخصیت بهمنیار، محمد زمان صالح ان تانستن اینا یک بس حیدر بله خود کیام جانبه که کبیرم اینا یک دسته بودن که میگم که در ادبیات در آمدن و نثر یک بارا بالا بردن. اکنون سبب پرسیده می شود اینو چی نسل بودن، کیها بودن که توانستن یعنی نفوذ نثر در ادبیات تاجیک بلند بردارن. اینا نسل پرخوان بودن، اینا نسل آگاه بودن، اینا نسل بودن که سالهای 80 وقتی که یک نوع نسیم آزادی دمید امکانیت هایی که زیر دستشان بود خصوصا مثلا در رسی به ادبیات جهان اینا واقعا آموختن، این ادبیات فرا گرفتن و چرقه های ادبیات نوین دنیا کشیدن آوردن در ادبیات ما. البته در همون دوره همون معیارمان همه ریالیسم بود و گذشته از این ریالیسمی خاصه سوسیالیستی. امروز هم ادبیات ما از این مثلا رویه بیرون نیست. ریالیسم واقعا چی است؟ یک رویه بسیار خوب است که باید مخصوص به سوسیالیستی که کردن و بعدتر زیر همین مفهوم گویم زیر همین رویه تمام نویسنده های ما ایجاد داشتن و یک نسل آمد که این ریالیسم برهم زد و دیگه موضوع ادبیات صرف انسان شد و همه باقی مانده چی حالت است، چی واقعه است، چی اشیا است، چی اجتماع است همه بر دور انسان گردید و ذهنیت انسان در اینجا یعنی افضلیت و امتیاز پیدا کرد و همین بود که هرچند گفتم رویه ها از خود این بزرگان نبودن، رویه ها گرفتن آوردن به ادبیات ما لیکن اون رویه ها تاجیکی کردن. اینا تانستن دنیای تاجیک در اون رویه ها بریزن، مکتب ها یعنی در اینجا آوردن عملی کردن. اینا کار بزرگه. یک باره ادبیات یعنی که ارتباط با ادبیات پیشقدم دنیا کشیدن. ببینید کاری آسان و ساده نبود، در ذات خودش واقعا یک قهرمانی بود و در سر همین دسته استاد سیف رحیمزاد نهایت آدمی یعنی که پرخوان و پردان و پراستعداد یک باره با همین به میدان آوردن چند حکایه و خصوصا قصه ستاره های سر تنور انقلاب در ادبیات وارد کرد. با طرز و اسلوب خاصی نگارش خویش جنبه خلقیت یعنی مردمی بودن تصویر، واقعه ها، مکالمه ها در سادگی دیهات و مردم دیهات دیده توانستن نجابت های انسانی، فتوت در مردها، نزاکت و لطافت در زنهای دیهاتی خاص بود. نخستین موضوعی که سیف با اون خیلی توجه داشت
این روستا بود، دهه بود، دهه دور افتاده‌ای که با تمام مسائل خرد و بزرگش میخواست در متن دنیا باشد، در متن زندگی باشد، زندگی کند، با وجود هم که خیلی سختی ها داشت. سیف از داخل همین روستا با تصویر این روستا میخواست که دست به مسائل جهانی بزند، این روستا را در دیگر نکات زمین تصویر کند. روستا حتما ساکن دارد، روستا حتما انسان دارد، انسان هایی است که در داخل این روستا با وجود اینقدر مشکلات و با ولی زندگی میکنند، زندگی را میسازند، ذهنیتی به خود خاص دارند، شیوه زندگی به خود خاص دارند، خب محیطی خاص دارند، مهربانی دارند، انسانی دارند که همه اینها را ما در نوشته های سیف پیدا میکنیم. او به راه دیگران نرفت و راه خاصی خود را انتخاب کرد. این راه را، این شیوه را در ادبیات جهان سیورئالیسم میگویند، یعنی تصویرهایی که بر فوق واقعیت قرار دارند. یعنی همه تصویر در ادبیات البته در زمینی واقعیت، در زمینی هستی صورت میگیرد، اما استاد سیف رحیمزاد کاری کرد که خب نگاه و نظری خواننده را به ادبیات دیگرگونه تر ساخت. از روزگاری همزمانان ما، از همزمانان خود سخن میگفت، اما با اندک خب تصویری دیگر، با سرگذشت های دیگر، با اندیشه های دیگر، با پرواز های دیگر. وقتی که درباره خواب های ذکری وحی میگوید یا در دروغی سفید، در حکایه 3 نقطه میگوید، اون چیزهایی که تصویرهایی که دارد واقعا در نظر اول خواننده عادی را در شگفت میاندازد، حیرت زده میکند. ولی خواننده اگر با پرگی اثر او را تا با آخر خواند، در میابد که نویسنده دنیای رنگینی نه تنها خود بلکه انسانها را، خب خیالهای کودکان را، اندیشه های پیران روزگار دیده، آرمانهای انسانها را تصویر میکند. سیف طوری که خودش میگوید که من دنیا را به رنگ خط میسازم و واقعا او در ادبیات را هم با رنگ خط ساخت، با دیدی شاعرانه و بسیار زبان ساده و روان و پرغناوت ساخت. او با آمدنش قالب‌ها را شکست. در فهمیش ما، در نوشت ما او تغییرات کلی به وجود آورد و یک نوع تحولات به حساب می رفت. نخستین حکایه‌اش وقتی که در روزنامه جوانان تاجیکستان، اون وقت کمسمال تاجیکستان بود، چاپ شد با نام گنجشک سفید، الکی تمام خوانندگان دریافته بودند که به ادبیات یک نفر نوجو با دیدی نو اومده است. سیف رحیمزاد افردی واقعا همچون یک نفس تازه بود برای نثر ما. من گمان میکنم تا امروز نقد ادبی ما به آثار سیف بهای واقعی و سزاوار نداده است و باید چندین سال دیگر نوشته های سیف رحیمزاد افردی مورد آموزش ناقدان نثر ما قرار بگیرد، برای که سیف رحیمزاد یک نفری بود که از جریان های معمول و پذیرفته نثر جهان در دورانش آگاهی کامل داشت و با آگاهی هم قانع نگردیده تلاش میکرد اگر از آنها تأثیر هم بردارد، آن تأثیر با ملیت تاجیکی آمیزش یابد. از این نگاه در آثار سیف ما هم ذهنگرایی را میبینیم، ایمپرسیونیسمی که در غرب میگویند. برای همین است که در نخستین قصه سیف رحیمزاد افردی ستاره های سری تنور، واقعی که در اطراف رخ میدهد در مد نظری اول نیست، برعکس تأثیر آن وقایع به ذهن نوشین
دیدگاه نخست نویسنده است. نویسنده از ذهن نوشین میخواهد به وقایعی که در اطراف نوشین رخ میدهند بها بدهد. ذهن گرایی. کیو داد؟ هیچ که نه. و دخترکو از لای آدم نمیسازن. چی تو پدر نداری؟ نه، مرا کوچم دختر، مرا کوچم دختر، مرا کوچم دختر. تمام آثار سیف یک دست نیستند و در هر رویه کوشش کرده است. مثلا هیچ وقت ریشه ها نمیشه که گفت که مثلا وای شبیه به ستاره های سری تنه. اونجا زبان دیگر است، اونجا قصد دیگر است، با هدف دیگر است. اونجا هدف اجتماع است، اصلا واقعیت اجتماع است. در اینجا ذهنیت است. حتی بینه همو بیگ مراده که در اونجا ابراز منفی است، دوست داشتنی است. برای چه؟ برای که وای تاثیر میرسونه و شخصیت و خاراکتری قهرمانو در زمینه سخن وای رو میزند. نوشین تماما میبینی بدل میشود. تای طوری که میترسی؟ من کوشه پرکو میترسم. تایشان نمیترسی؟ نه. قادیره قادیر موش آسان جنگ میکند. هوشیاری یاد دیوانم میافتی گردت هم اشکنیه جانی سیاه میکنم بند میکنم بند کن بند هوشت گمشه فرا دمارم خبرسی آخه میرم محکم میکنه بند برامدی میمودی سینی بابا خدا با خادیرم جا فریده میتونی فریده میتونی میتونم. وقتی که ستاره‌های سر تنور در صدای شرق چاپ شد، این نخستین پویسی سیف بود که با سرسخن گلرخسار به تب رسید و او علاقه پویس رو هم دیگر کرد. نه تنها شکل حکایه و دید و از کجا مثلا این موفقیت او رو یار شد. از اون که او طوری که خودش باز تکرار میکنم دنیا رو برنگ خود میبینم و او رسام بود و با تصویرهای زیبا و تصویرهایی که یک جهان معنی دارند بیشتر دقت میداد و اهمیت میداد. استاد سیف رحیمزاده افردی چون شخصیت همه‌فصلی و بسیار قطبه زیاد به صورت و بصیرت خویش اهمیت میداد. دنیای او فراتر و بالاتر از دنیای من و ما بود. مثلا موسیقی که صدای زنده تمدن است و هم صدای ناگفته های ذهن بشر، استاد سیف رحیمزاده افردی بسان داننده خوب این فن پیوسته پناه گرم و آرامش میجست از موسیقی. نواختن و آوازخوانی کردن را نیز بلد بود، خیلی هوشمندانه. و یا بسان رسام مانی قلم در باغ رنگها می چرخید، چهره می افروخت، طبیعت می سبزانید، یعنی پرواز رنگها را می دید، صدای پای رنگها را می شنید، آهنگ رنگها را می نواخت. از اینجاست که بسان یک نفر پژوهشگر
یک نفر ترغیبگری ذهن و ذوق و تفکر جامعه اعتراف شد در محتوای آفریده‌هاش و در فضای ادبیات ملی. در دل او یک اضطراب غریب طغیان کرد. نگونسار بر لای رفت. خدا نگه داشت. گویا زندگی کسل شده بود. تب کرده مثل ابر ورمیده بود. آب میشد و میریخت. باران میشد و میریخت. زندگی در پندارش لای میشد. لای خانه میشد. با فهم پسرک بعد این باران زندگی نمیموند. این همه آرزوی گریز را در مغز ظریفش میانگیزید. ولی در این سرای گلالود تیره گریزگاهی نداشت که پناه شود. این که میدوید گریز نبود. همه میدویدند. او نیز میدوید و میدوید. ما انسان ها در یک جهان زنده ایم، اما در یک جهان زندگی نمی کنیم و این نادرست است. اگر تصور بنماییم زنده بودن مساوی است با زندگی کردن و هر کس بر حسب این که چگونه دنیای برای خود ساخته باشد و در آن زندگی بنماید انسانی برگزیده است بسان سیف رحیمزاده افندی. شاید همه گونه ایجاد یک نوع نظام اندیشه باشد، چون احساسات را رنگ می بخشد. نمی توان بدون این زحمت رویا را تصویر کرد یا خواهش را لرزاند. یعنی بحث یک چراغ است همین ایجادکار که فقط و فقط روشنی ذوق مال اوست. دنیای آفریده نویسنده استاد سیف رحیمزاده افندی بس و عجیب، رنگین و مبراست و همزمان مرکبی های دارد، سانی تابش های زندگی. همین از آب و گل روزگار واقعی و تفکر بلند آشودن اثر است که هرگاه خواننده را فریاد میزند سوی خویش تا با آن رازهای نهفته و زندگی ناسفته لحظه در صحبت و گفتگو باشند. اما باید اعتراف کرد که بدون وجود جهانبینی وسیع هر کس قدرت درک قهرمانان نویسنده را ندارد که ندارد. انسانی بود که هم به صنعت تصویری شوق و رغبت داشت، برابر خودش تصویرهای زیبا را روی کاغذ آوردن، یعنی رسامی کردن، نقاشی کردن. به جنبه های هنری این کسب نیز خیلی توجه داشت و می دانست که در این ساحه، در این هنر کدام نابغگان در دنیا کمال یافتند، مانند میکلانژلو، مانند رافائل، مانند در عصر 20 مثلا سالوادور دالی یا که پیکاسو. همین گونه رسام‌های بزرگ را هم ایجادیاتشان را می شناخت و درباره ایجادیات آنها می توانست ساعتها حرف زند. به ادبیات نفیسه، به نثر جهان، خصوصا نثر اروپا توجه خاص داشت. غیر از این هنر خود را توانست که در تصویر روزگار مردم دهات و ویژگی های روزگاری هر یک شخصیت، خواه او انسان معلومات دیده باشد یعنی به معرفت باشد، خواه انسان ساده، دهقان ساده باشد، کشاورز ساده باشد یا خانه‌نشین، زن خانه‌نشین باشد، و برای گشادن عالم باطنی قهرمانان خودش کوشش کرد و به دستاوردهای خیلی بزرگ نائل هم گردید. یک راه گشادن با دسته خود و ادبیات نوین کردن، لیکن مشکل در جای دیگر است. اینا تا جای در جای خالی ثبت شدن و جنگ شهروندی سبب شد که اینا کارنامه‌شون به انجام نرساندن و خصوصا این جنگی که چندین سال دوام کرد، نسلی که باید از اینا میراث میبرد
اون نسل یعنی که از میان بود به معنی که تفکر از میان رفت. جنگ که شد البته عقل ها ضعیف می شوند، امکانیت های عقلانی از میان و ذهنیت می کاهد، خواهد نخواهد این تاثیر در جامعه بود. دیگر نسل بعد اونا اومد که قدرتی به میراث گرفتن آثار شنانده. انا این بدبختی است. هرچند که اونا کارنامه‌شون تا آخر خودشان نتونستن بردن. اونا یعنی که آثار استاد سیف وقتی میبینید حالا اینا تمام است و کارهای بسیاری در پیش بود که باید انجام میداد و خصوصا به سینما رو آوردنش. تصور کنید و مثلا با همه بزرگی ستاره های سر تنور وقتی روی اکران آمد 1% بزرگ شد. یعنی هنر واقعی جامعه هم میسازد و قصد این نسل هم خصوصا سیف رحیمزاد همین بود. یعنی تلقینگری فرهنگ بود. یعنی ادبیات تلقین میشد، تقلید نمیشد. ادبیات یا تلقینی میشد یا تقلیدی میشد. وقتی ادبیات انسان میآفره و خصوصا ابرز بگیم که تاجیک میآفره او دیگه تلقینی میشود. یعنی جامعه تربیت میکنه و مکتب سیف همین گونه یک مکتب تلقینی که مردم وقتی که اگر تصور کنید چند اثری باقی مانده مثلا ریشه هاش بسیار اثر زبردست است، برجسته است و یک قصه است که از رمان بزرگ است، چندین جلد رمان بزرگتر است. 3 نسل از در اونجا بابا است و فرزند است، نبیره است، ارتباط نبیره و بابا است در اونجا. یعنی حیات واقعی مردم است. در اطراف وطنداری و وطنخواهی ما چیزهای زیاد خوانده ایم و نکات زیادی را در یاد داریم، ولی سیف رحیمزاد با این مسئله به گونه دیگر نگاه میکند. با موضوعی که مطرح میسازد میخواهد که به این نکته اشارت کند. او از گوریستان ها یاد میکند، میگوید که به زمین مردم مرده های خود را، عزیزان خود را گور کردند و همین گور کردن آنها را ریشه‌دار کرد، آنها را وطندار کرد، آنها را وطن دوست کرد. این گفتیم یک جمله بسیار ساده است اما چقدر عمق دارد، چقدر وسعت دارد. شناخت جهان باطن انسان است، مخصوصا خیال و اندیشه انسان. البته در ادبیات ملل دیگر هم این موضوع مطرح است، ولی هیچ یکی از نویسندگان ما به اندازه سیف دنبال خیال انسانی نرفته است، دنبال اندیشه انسانی نرفته است که از کجا شروع می شود، خب پشت چی می گردد، چی می خواهد و چی چیزهایی می آفرد. وقتی که از شب و از چراغ و از روغن و از روغن نفت سخن در میان می گذارد، با اونها بسیار تصویرهای شاعرانه و معنی های شاعرانه می دهد که بسیار یا که پیله، پروانه، که اینا هر یکی یک موضوع جالب و ارزشمند هستند. یا که سیب را بگیریم که سیب در آثار او 1000 گونه جلوه دارد، هیچ کس سیب را به گونه او توصیف نکرده است. وقتی که دنبال این میروی، این سیب معمولی نیست که ما آن را مثال میخوریم. قصه های عجیب در اطراف این است که همه این گفتیم بسیار آموزنده است. طبیعت با تمام مظاهرش، با برف و بارانش، با گل و دشت و صحرایش، اینقدر اندیشه های عجیب، اینقدر تصویرهای عجیب درباره باران دارد، درباره برف دارد، درباره تاریکی دارد، درباره خب چه بگیم که درباره احساسات انسانی اندیشه و تصویرهای عجیبی دارد که تا به حال اگر از نگاه آموزش اینا دست نخوردن که کاری محققان جوان است. پروردگارا، وضع خود را من در حال و حکایت تخمه و کرمی پیله و پروانه بشناسم. اینجا چه مجاز است؟ افگار شدم، این اندیشه ها افگارم نمودند، ولی پایانش آرامیم آورد، باورم نیرو گرفت. از کرم و پروانه خوشم آمده بود، دیگر خفاش و فرشته برایم درد نمی آفریدند. ذهنم انگیزیده شد،
با ذوق نوک زبانم را به کفنم کشیدم. کفنم مزه‌ای داشت و کامم آشنا، آمیزه‌ای از طعم بریشیم و تخمه و کرمک پیله و پیلخانه و پروانه و برگ تازه تو و نیز رایحه گریبانی پیراهن مادرم. من این رایحه را در مغز هزاران عطر می شناسم. این ناگهانی شد. به زور لیسیدن آغازیدم شکافیدن روز. لیس می زدم و کفنم را می ستردم. به نوک زبانم از این شب غریب و دنیای روشن نخ می کندم. سرانجام زبانم زخمی شد، خون آمد. 3 روز دیگر سوزش کرد. چرا شتابیدم؟ تا پیله نپزد شکافته نمی گردد. همه چیز مهلت دارد و این راز نیز به مهلت سرباز خواهد کرد. این دنیا پر از راز هاست، لبریز آزمایش هاست. این همه برای چیست؟ هیچ عجابت گویا دیگر در این دنیا نمانده است. گویا همه می دانیم آمده ایم که برویم. کی آرزوی جاودانگی دارد؟ تا پایان عمر آدمی اینقدر از زندگی سیر می گردد که هیچ عجابت در دنبال آن نمی بیند. در مدرنیزم یا نثر نوگرایانه غرب ابهام، استعاره و شعرگونگی موقعی بلند داشت. من هیچ تصور کرده نمیتوانم که سیف از آثار سرآمدان مدرنیزم جهان، نثر جهانی، اگر گوییم آغاز از داستایفسکی و بعداً از ویرجینیا وولف و جیمز جویس و فالکنر از اینا آگاهی نداشته باشد. زیرا ما قرابت‌هایی را می‌بینیم در آثار سیف به همه اینها. شما نگاه کنید، مثلا حالا به خاطر من میرسد داستان زیبای پدرود و پیغام، موسفیدی که در بستر بیماری است، نبیره کوچکش. من حالا اگر از ذهنم نرفته باشد، سیف میگوید کلیدک ساعت ساز بود، قلفک ساعت نه. دلی ساعت پوری زنگ بود، میخواست جرنگاس زند، ولی پسرک تگمه زنگ را زیر انگشت گرفت. ساعت زبانکش را گزید. پسرک دیگر انگشتش را از تگمه زنگ بر نمی داشت. غافل آواز نبرارد، بابایش بیمار است، خفه می شد. ولی آیا امکان دارد پیشی در گذشت وقت را گرفت؟ نه. و این پسرک هم دیگر مجبور می شود. نویسنده می گوید کفی پسرک عرق کرد، انگشتش از تگمه لغزید. ساعت گنگ جنوناسا صدا برآورد، ساعت حیوان، ساعت وحشی. در انجام می رود، در انجام همین حکایه می رود. اون ساعت دیگر از کار افتاده است. نبیره چرخک ساعت را می چرخاند و نویسنده می گوید تا اون دمی که چرخک ساعت می چرخید، دندانه نازک چرخک می درخشید، راست بود. وقتی حرکتش ضعیف می شد، اون دیگر می افتید، یک پهلو می خوابید و پسرک چرخک ساعتی از کار برآمده را می چرخاند. تاب ته داده رکم، دنیای کوچک خود را چرخان. یعنی استفاده از نماد ساعت در تمام آثار شروع از تولستوی از آغاز ادبیات هست، لیکن به این حد زیبا، به این حد در داخل همون موضوع و بیانگری تا حد اون موضوع از سمبل آب شسته به حد ساعت استفاده بردن، نه تنها از نویسنده او آگاهی کامل از نمادگرایی، بلکه استعداد بلند قبولی واقعی اطراف رو میدهد که باور دارم هر خواننده تاجیک که آثار سیف را با دقت آگاهانه میخواند، آثار سیف برای او دریچه می شود برای شناخت دنیا از دیدگاه دیگر،
این یک جنبه مسئله. جنبه دیگر برای شناخت رویه و شیوه و جریان‌های نثر معاصر دنیا که سیف از همه آنها آگاه بوده، پذیرفته و آگاهانه و هنرمندانه تأثیر هم پذیرفته است. تصویر بدیعی حادثه ها به هر کس دست نمیدهد، این به همون نفر دست میدهد که ادبیات جهان، ادبیات ملی، ادبیات خلق را مثل استاد سیف رحیمزاده افردی فرا گرفته است. شخصیتی بسیار ادبی، دانا و پرمطالعه است. به طبیعت زادگاهش، به کوهستان و دشت و دریاها محبت دارد. این حاصلی خب ایجاد و محصول تفکری همین گونه ادیبی حقیقت نگار، ادیبی تصویرگر است. میگوید که با آخرین قطره های باران او به یکایش نقطه میگذاشت. اوچرکای مومای اولیه دارد، درود و پیغام دارد، بسیار چیزایی که تماما شاعرانه است. اون دید است، مثلا همون دیوانه مثلا میولی مثلا چقدر او را ساخته، دیده، تونستن تصویر کردن، در بالای درخت برآمدن، با سیب زدن مثلا یا که مثلا سیب اسم است. این دنیای تماما دیگر است و شاعرانه است. و شعر در همچنین در کلمه یونانی معنای اختراع دارد. سیف یعنی در دنیای خود در ادبیات اختراعکار بود. اگر همین اختراعکاری نباشد ادبیات نیست. ثنا و ثوا بر نویسنده زندیات که از نوشته های نخستین امکان نگاشتن نثر بلندتر از شعر را اثبات کرده، به قول همین سان نثر را اختراع. ذکر نام مادر، یادهای شیرین از روزگاران دوشین، مقام سخن سیف را به آسمان ها برداشت. نه همه کس چون سیف رازها، نیازهای نهفته و خواستنهای ایام بیغرش را زیبا و مجلا میدید. سبک قریب همه آفریده ها عجب شیرین و شیوا، مؤثر و روح افزا، رنگین و شاعرانه. شیوه و شگرد نگاریش، بند و بست مضمون و غایه‌ریزی، تمثال آفری و قهرمان سازی در اثرهای او مثل کیشته‌های دهقانی زمینی و با برکتند. به قول مولانا حرف ظرف آمده رو معنی چو آب. پیش از همه و عالم باطنی خیش رو داشت که این عالم یک عالم مکمل ایجادکار بود. هر روز وی گویا که به ایجادکاری مشغول بود. خواه راه میگشت، خواه با یگان نفر دیگر صحبت میکرد، خواه در کار راهبری بود یا که در کار تشکیلی بود یا که در کار کارگردانیش بود یا در سر میز کاریش نوشتن بود، وی ایجاد میکرد. کس گمان میکرد که وی هر روز خود را میسازد. همین گونه یک شخصیت بسیار نادر بود. از همین نقطه نظر گیریم اثرهای سیف در خزینه ادبیات معاصر تاجیک، در خزینه نثر معاصر تاجیک جایگاه مخصوص را دارد و همچون شخصیت، همچون یک ایجادکار، همچون تصویرگری عالم باطنی قهرمانانش انسانها خیلی ماهر بود. با یک سخن، با یک مکالمه می توانست یک گوشه دلی قهرمانش را روشن کند یا برگشاید که در نزد خواننده یا در نزد بیننده هستی وی روشن تجلی کند. فقط یک حکایه سیف توبه ها و ترانه ها می تواند که به یک رمن بسیار بزرگ پهلو زند. ما اگر بخواهیم که تاجیک را بشناسیم، زندگی تاجیکانه را بشناسیم، خب روح تاجیک را بشناسیم، خب خانواده تاجیک را بشناسیم، باید که به این رجوع کنیم. یک لحظه بسیار عجیبی است، لحظه بسیار عجیبی است که بابا
از نبیره میخواهد که سر او را بتراشد، سر او را بتراشد. اصلا سر تراشیدن معلوم است که به خاطر اون که در یک محیط خانوادگی سر تراشیده شود باید اون سر را صابون بزنند و صاحب سر باید که سر خود را خم کند و سرتراش او را بتراشد. ولی همین سرخم کردن را این نبیره قبول ندارد. من نمیخواهم میگوید که بابای من با سر خم باشد. باید که مثال ما مردم ما باید که دائم سر بلند داشته باشیم، خب روح قوی داشته باشیم. این یک لحظه بسیار نازک است. البته اون عمل تقاضا میکند که باید سر خم کنید، اما نگاه کنید که اندیشه ای که تا به کجاها میبرد. یک اندیشه بسیار کودکانه ولی بسیار عجیب و آموزنده. و اینک با تصویر اندیشه کودکانه عجیب و آموزنده از گلستان وجود رفت به سوی بسوی، پیوسته گرد دانش میگشت. سخن را بزرگ داشت و نکوترین یادگاری سخن را دانست و سخن نام او را بیماند. دیگر آفریده هاش راه عمرش را می پیمایند. آفریده های همیشه سبز، سرا، مستی تپیش و تازه جوان. عجب آمدن پر محتوای و عجب رفتن پر تأثیر و پر معنای. چی سعادته؟ در امروز ما سیف رحیمزاد افردی را همچون یک ضیایی برکمال، همچون یک ایجادکار برگزیده زبردست، همچون یک سرور غمخوار، همچون یک نویسنده صاحب سبک و صاحب سلیقه برای خوانندگان امروز و فردا معرفی کردن خواهیم. در پیش نظر ما یک سیمای منور ایجادکار عصر 21 تجسم می کند. یعنی اثرهای او نه تنها برای دیروزیان و امروزیان بلکه برای انسانهایی که فردا برای این ملت خدمت می کنند آفریده شده است. زیرا هر یک نکته، هر یک بازیافت این نویسنده و این ایجادکار به هستی ملت ما، به مخصوصیت حیات مردمان دیهات اشارت میکند که این انسانهای ساده حیات محتشم می آفرند. هر دو در یک دانشگاه در شعبه ژورنالیستی یونیورسیته دولتی تاجیکستان تحصیل کردیم. فقط فرقمان 1 سال. در همه محفل‌های ژورنالیستی، ادبی، بدیعی همراه بودیم و از همون سالها وی با گفتار و رفتار و با دانش خود فرق کرده می‌ایستاد. نظر به همسالانش بالاتر بود و از این رو با ما پیوسته. بعد ختم دانشگاه وقتی که من در گزیت کمسمال تاجیکستان به کار شروع کردم وی اون وقت به گزیت تاجیکستان سویتی آمد. بعد به تلویزیون آمد، رادیو آمد، جاهای کار عوض شدم و سالهای 80 وقتی که منبر ادیبان تاجیکستان گزیت مدنیتی تاجیکستان تشکیل شد و آن تدریجاً به ادبیات و صنعت تبدیل یافت و من در این درگاه کار میکردم، ما به هم باز دوباره قرین شدیم. زیرا آن زمان سیف در گزیت تاجیکستان سویتی اول در شعبه ادبی کارمند بود و بعد مدیر این شعبه شد و با اتفاق نویسندگان تاجیکستان گزیت ادبیات و صنعت بسیار همکاری زیست داشت و ما زود زود به دیدار همدیگر می رسیدیم، مصلحت ها می کردیم، نقشه ها می کشیدیم. سال 1984 در شهر مسکو کنفرانسی عمومی اتفاقی ادیبان جوان مملکت برگزار شد. در این کنفرانسی همچون نثرنویسی امیدبخش، جوان امیدبخش، سیف
جان بیک، معظمه، از بین شاعران محمد غایب بودند و از بین هجنگاران بنده. و ما همراه در مسکو رفته در اون آزمون اشتراک کرده، مهارت سنجیده. نتیجه همین شد که استادان مسکو حکایه های سیف را برای چاپ توصیه کردن و مجموعه اولین مرا هجویه ها را برای چاپ و اولین کتاب من کاروان اولی بوک به زبان روسی چاپ شد و اولین کتاب سیف رحیم نیز اگر خطا نکنم نامش ستاره سری تنور بود. در نتیجه انا همین مشورت عمومی توقی چاپ شد با شرافت همین و ما در یک روز در یک وقت سال 1987 برابر به صفحه اتفاق نویسندگان SSR پذیرفته شدیم. خیلی خرسند بودیم که این شناسایی ما، برادری ما، همکاری ما چه خیلی نقض رفته ایستاده است. از ابتدا سیف یک راه و روشی سبک ایجادی خود را داشت و از دیگران فرق میکرد و انا همین فرقیت وی مهر دل مرا نسبت به سیف بیدار میکرد، چون که با چنین شخصیت ها هم قدم بودن و همراه بودن و هم صحبت بودن این به هر ایجادکار ضرور است. اولین حکایه سیف رحیم گنجشک سفید نام داشت. آن را با شوق خواندم و از همون حس کردم که حقیقتا وی نظر خود را دارد، به زندگی از روزنه خودش می نگرد، به یک پیراهی ایجادی خودش از نخستین حکایه‌اش و این چیز تدریجا ادامه یافت و نویسنده حقیقتا ناتکرار شد، پیراهی خود را داشت. و من در حجو کار میکردم و چایخانه مشفقی تشکیل کرده بودیم در تلویزیون تاجیکستان و حتی برای من لحظه ها مواد لطیفه های کلابی تیار کرده میداد که بسیار چی میشد. اون وقت استاد بهرام پیروز بودند، به همان چند ایراد گرفتن، با دقت گوش کرد، شنید، با احترام گفت که استاد گفت این چیز را من نوشتم برای هر یک کلمه خود، برای هر یک جمله خود، هم در نزد خواننده امروزه و هم فردا جواب میدهم. دو کس سیف همراه ما جوان ها و یک از استادکم بهرام پیروز، این مباحثه ایجادی میشد استاد و شاگرد. همین چیز به من باز قایل شدم که این شاگرد فکر خود را استاد، اون نوشته های خود را درست بودنش را قاطع اثبات کرد و آن همان خیلی چاپ شد. ایجاد تازه آینه ملت نماست واقعا و استاد سیف رحیمزاد افردی با همین گونه آفریده های پاک جوهر دیگر نثر ادبیات ملی ما را در نظرگاه اقوام بشر رونمایی می‌نماید. زیرا این گونه آفریده های روان افروز و جهان افروز همیشه بشارت زیبایی دارند و پیوسته مردم عالم را به توحید می‌خوانند و دیگر همه آفریده های استاد سیف رحیمزاد افردی ادامه عمر اویند. انیقترش دیگر همگی سیفند، سیفی مانده در یادها، سیف رحیمزاد افردی زنده و جاوید و ارزنده ذکر خیر. همین یک روز شنیدم خبری به طور فاجعه‌ای نابود شدنش و دنیا به چشمم تاریک شد. دیگر حسابم گم شد. همه نقشه های ایجادی همین و دل سرد شود اگر آدم یک مدت معین هیچ کار کردن نمیتونست. انا من خیلی تلفات بزرگ شد. هم دوستی ما هم مهمش ادبیات تاجیک تلفات بزرگ داد. یک نویسنده که ناتکرار بود ایجادش، راه پیراهی ایجادش ناتکرار بود، سبکش ناتکرار بود و
ستاره درخشان ادبیات تاجیک بود و طور فاجعه‌ای در عین کمالات ایجادی دنیا را پدرود گفت. من از خردسالی سیف را دوست می داشتم، آثار سیف را، و اگر همین کرونا نمی بود شاید حالا هم تمام آثار سیف را حفظ می گفتم. سال اول دانشجویی همون بود، وقتی بعد چند هفته تحصیل با همراه همسبقم افشین خواستیم رویم لوچاب زیارت بزرگان. خالی بود، کسی نبود. وقتی رفتیم، من وقتی مرقد سیف را دیدم دیگر همه چی فراموش شد. رفتم پنجره اطراف مرقد را باز کردم، در آمدم داخل، تکیه دادم به سنگ مزار سیف و می خواندم ترانه خاک پریان را. من اصلا نمی دانستم که اون آرامگاه بزرگان پاسبان دارد و برای زیارت کنندگان اجازت نیست که از اون پنجره وارد شوند. 20 دقیقه همین خیلی ایستادم خواندم. از ترانه خاک پریان گویا با خود سیف را دیده بودم. یک لحظه بعد محافظ اون گورستان آمد نزد ما، گفت برای چی وارد شدید؟ که من بند خیالات خود ترانه میخوانم. این به حد بی احترامی پذیرفتن دربان. چی پذیرفت؟ که زنگ زد به ناظران منطقوی. ما عموما بی پروا از این همه، ما نمیفهمیم چی میگذرد. ناظران منطقوی، یکی آگاه شد، یکی دیدیم ناظران منطقوی آمدند. بعد آمدن دیگر بیرون شدیم از دنیایی که با سیف گفتگو داشتیم. بیرون شدیم، اونها دیگر میخواستند مرا برای سبب پرسی کنم برای وارد شدن داخل اون پنجره و چه هدف داشتنم. که یکی از اون گوشه گورستان چهره را دیدم مانند به سیف، گویا سیف می آید با همون موی مرغله دار، با همون صلابت. آمد نزد ما. دربان گفت این همین جوان نیم ساعت شد سری گور پدر شما ایستاده، دست بر سنگ. این خیلی ممکن نیست. بعد فهمیدم که اون پسری استاد سیف رحیم بود است. قدرت افردی شاد را همون بود که ناظران منطقوی را جواب داد. مرا گرفت این جانب آمد، گفت چی میخواستی؟ بعد من گفتم من چند ساله که کتاب میخوانم، یگانه امیدم بود که سیف را ببینم. حالا که ندیدم آمده بودم سری گورش حکایه میخواندم. گفت چی میخواندی؟ گفتم ترانه خاک پریان. بعد همینجا بود که یکمین بار چنان حالتی عجیبه بود که من گویا با سیف، سر مرقد سیف با سیف گفتگو داشتم و فرزندش آمد از اونجا که بسیار مانند تفت به نظرم، صلابت و شهامتش. بعدش تنها آمدن همون فرزند بود که ما را از مشکل شاید ایجاد می شد، از اون رها کرد. دیگر آزاد شدیم. بعد این هرگاه دربان گورستان لوچاب مرا می بیند، بعدی درگذشت 10 سال و 15 سال هم دیگر با تبسم میبید، سلام میگید هست سیف. من این قبرستان را خوب میشناسم، نه وحشت دارد نه جذبه. اینجا گاهی پاده انداخته ایم و نیز هر بهار برای پیله تنیدن کرمک های بریشیم در این گورستان بوته های با نام جاربی میچیدیم و دسته میبستیم و آن دسته ها از خاک این گورستان می رویدن. مادرم پیلکار بود و آن زمان که اینجا دسته چینی می آمدم کودکی بیش نبودم و من و مادرم چه مادری و فرزندی جانانه داشتیم. ولی این همه یک زمان بود، دور، آنچنان دور که گویا من و این جسم که حالا به خاک می سپارند
هیچگاه به هم پیوند نداشته ایم، به هم بگونه بودیم. ولی او مادر من است، مادرم است و او را می گرانیدیم. اصلا آنهایند که می گرانند یعنی خویشاوندان و نزدیکان و همسایگان و همدهگان. من در کنارم. تابوت را تا در شیردان فرود آوردند و از دسته کفن داشته مادرم را سوی لحد می کشند. من دورتر از دهن گور ایستادم. من این همه را می بینم مثلی که خوابم. مادرم را به لحد نهادند، بند کفنش را گشادند، چهرهش را باز نمودند و سوی قبله گردانیدند. این سوی سرش کلوخکی گذاشتند و آن خویشش که این همه را سرانجام می کرد از دهن تنگ لحد بیرون آمد. پس یک دانه چیم به دستش دادند، دهن لحد زد. میخواست دوم چیم را بگیرد که خاک گور به شور آمد. اول یک آهی از شکاف گور برآمد. گور آه میکشید. طوفانی از شکاف گور خیست و هوا پرگرد و پردرد شد.